چطوری؟ من کریپی هستم با دومین ویدیوی من در کانال یوتیوبم خوش اومدین. امروز قراره که از این سه تا ارتفاعی که میبینید با بلاک‌های مختلف و چیزهای مختلف کلاچ کنید. پس اگه از این ویدیوهای چالشی دوست داری حتما کانال منو سابسکرایب و لایک کن. خب آقا، امروز میخوام یه کاری کنم که این کارم واقعا چیزه. امروز میخوام چالش سختش کنم. اگه من این چالش رو ببازم شما زیر این ویدیو باید بیاین برای من کامنت بذارین و یه چالش محکم بهم بدین. خب خیلی بی‌مدت تلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، الان ما اومدیم بلاکا، یعنی ارتفاعی که ما الان روشیم به این ترتیبه: 40 80. آره دیگه. حالا من خودم سروایول میکنم و بریم برای کلاچ کردن. خب بچه شروع شد. ما الان باید از این ارتفاع 20 بلاکی کلاچ کنیم. اونم با چی؟ با هیبل، بهترین بزرگ مرد جهان. باید بپریم اونجا زیر پا ما هیبل بذاریم که ایزی هستن. این چالش رو با موفقیت دادیم بیرون. حالا بریم برای این. ببخشید من از نردبان استفاده میکنم، من که ویدیو خیلی طولانی نشه نمیتونم هی بیام پایین کریتیو کنم برم بالا دوباره خیاره. اینجا مجبوریم این وری کلاچ کنیم، حالا مهم نیست. می اینجا یه دونه اسلایم بلاک، این دفعه باید با اسلایم بلاک کلاچ کنیم که فکر کنم من میریم. آره من میریم. خیلی عوض میخوام بچه. و نه مثل این که این کریپیه داداش، کریپی. من باخ نمیدم، به من میگن کریپی. بریم برای بعدش. فعلا اون چالشاتون رو براتون نگه دارین که دوتا بعدی مونده. یه طرف ارتفاع رو بگم: 20 40 80 160 میکنم. آره دیگه چیز. آره بذارید من برم بالا. رسیدم.